شیخ سعدی میگه دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن زنی بد خدا یا پناه. سفر عید باشد بران کت خدا، کی بانوی زشتش بود در سرای. سفر عید باشد بران کت خدا، اون مردی که از خاندانش سفر میکنه میروه، زنی بدی بدگهر داشته باشه اگر او سفر کردن برای او عیده، یا که همون مردی خوبی مسلمان باشه زنی بدگهری ویران باشد اگر از خانه که برای مرد عیده. از اون خاندانی که آواز زن بلند میبراید، دری خورمی از آن خاندان ببند، که بانگی زن از وی براید بلند. از او خانه ای که عائله که آواز زن بلند برآمد به دشنام حقارت، او در او خانه خورمی نیست. میزنه و لط کوبش میکنه و کودک داد میگه و هر یک کسی که چشمش با او بافته البته عصبش ناآرام میشود، طبیعتش خیره میشود. او را در خانه میشنانی، تعلیم و تربیت میکنی، ادب میدی، نه در قد کوچه. یا اینکه او فرزند یک سخنی بد قباحتی میگه که معنای لعنت حالی اون ندانست است که چیز. لعنت معناش از رحمت خدا بی نصیب شدن، از رحمت خدا دور بدن. وقتی که فرزند خودش لعنتی گفت یا پدر لعنت گفت، معناش میشه که همین فرزند خودش دعا کرده است که از رحمت خدا تو دور باش، خدا تو را بدبخت و بی سعادتت کنه. معنای لعنت همون است. یا بعضی پدرهای بی سوادی گمراه هست، فرزند خودش قباحت و رذالت بدی دارد، اما فرزند خودش لعنتی میگن. یا بعضی زنها همین کلمه را به زبانشون جاری میکنن، میگن بسیار زشت است، مادرها و خواهرها با اونها برسانین. البته که اونها نمیشت لعنتی گفتی، پدر لعنتش گفتی، معناش میشه که ترا خدا بدبختت بگردانه، از رحمت خودش دور و بی نصیبت کنه. او فرزند بعد چی میشه؟ اوباش میشه. او فرزند بعد مکانش چی میشه؟ حبس خانه میشه، مکانش در بدر میشود، آدم کش میشود. بعد چیکار میکند؟ و گیره این کش میشود، ضرر رسان در جامعه میشود. از سبب چی؟ مادر پدر او را در وقت شدن پدر لعنت، یا گفتن که لعنتی. این بسیار قبیح است. دری خرمی بر سرای ببند، شیخ سعدی میگن، که بانگی زن از وی براید بلند. چوزن راهی بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بینشین چوزن. حضرت شیخ سعدی میگن. شیخ سعدی بزرگواره که در بستانش همه کتابشو میخونیم، همه میشناسیم. چی میگن؟ چوزن راهی بازار گیرد بزن. راهی بازار پول به دستش که کردی، بازار با بازار تیلا خریدن که گرفت، گشتن که گرفت، و یقین بدان که بعد چی میشه؟ وگرنه تو در خانه بینشین چوزن، تا که زن بشه و مرد میشه وقتی که بازاری کشه. البته که در جمعه های پیشینم